سلام. چند روز پیش اواسط مهر ماه یه جرقه توی ذهن من خورد. با خودم گفتم اگه بخوام همین الان یه کانال یوتیوب رو از صفر راه بندازم، واقعا چه شکلیه مسیر؟ چقدر طول میکشه تا برسم به اون درآمد دلاری که این همه ازش تعریف میکنن؟ هممون یه جورایی با یوتیوب آشنا شدیم، از پول درآوردن ازش حتی وقتی که ما خواب هستیم، و این که میتونه همه چیز رو تغییر بده. اما یه سوال همیشه تو ذهنم بود: کی تا حالا از سختی‌های این مسیر حرف زده؟ از اینکه بیشتر کانال ها حتی به مرز 100 سابسکرایبر هم نرسیدن و چالش ها و شکست هایی که هیچ کس نمیبینتشون. پشت این همه چهره زیبا و رویایی که به ما نشون میده، واقعا چی پنهانه؟ و همین دلیل کافی بود که من خودم رو آماده این چالش بکنم. یه آزمایش واقعی برای لمس کردن نقطه شروع از صفر. یه روز عادی بود که مثل همیشه داشتم توی یوتیوب بی هدف میچرخیدم که یهو یه ویدیو عجیب چشمم رو گرفت. این اولین ویدیوی منه. یه چیزی برام خیلی عجیب بود: یوتیوب اولین ویدیوی یه نفر رو بهم پیشنهاد داد. و قسمت عجیب ترش این بود که فقط توی یک هفته 1000 سابسکرایب و 25000 ویو، اونم با اولین ویدیو. اونجا بود که فهمیدم وقتش تصمیمی که گرفته بودم رو عملی کنم. بدون معطلی رفتم سمت گوشی. اولین کاری که باید میکردم این بود که یاد بگیرم چطور از این نوع انیمیشن ها بسازم. پس رفتم سراغ یک ویدیو در گوگل و کامل و با دقت تماشاش کردم و کلی ازش یاد گرفتم. همه چیز خوب پیش میرفت که یهو به یه دیوار بزرگ برخوردم و اون مشکل این بود که فهمیدم برای ساخت این انیمیشن ها با ابزار کنوا مجبورم اشتراک پرمیوم داشته باشم که حدود 1,500,000 تومان بود رو بخرم و من فقط 7,000 تومان ته کارتم داشتم. پس باید راه دیگه پیدا می‌کردم. برای همین به گشتن ادامه دادم که یهو تو سایت تورو به یه چیز عجیب برخوردم. اشتراک ماهانه پرمیوم رو فقط 5,000 تومان میداد. با شک و تردید که کلاهبرداری باشه یا نه خریدم و چند لحظه بعد فعال شد و شروع کردم ساخت اولین ویدیو یوتیوب. البته این اولین ویدیو نیست، چون که اولین ویدیومون با صدای هوش مصنوعی درست شده بود. این ویدیو رو تصمیم گرفتم که با صدای خودم درست کنم. اگه الان دارید این ویدیو رو میبینید، یعنی بالاخره تونستم قدم اول رو بردارم و ویدیو رو با موفقیت آپلود کنم. هر لایک و کامنت شما واقعا به من انرژی میده و به هم کمک میکنه که این مسیر دیده بشه. شاید برای شما یه کلیک ساده باشه، اما برای من یعنی این که یکی داره تلاش منو میبینه. اگر چه ایده‌ای برای ویدیوی دوممون داری، خوشحال میشم که نظر تو به هم بگی. شاید همین ایده قسمت بعدی این سفر باشه. مرسی که تا اینجا با هم بودی.